اعتراف تلخ شهاب حسینی از ازدواج دومش و اتفاقاتی که بین رابطه خودش و همسر اولش افتاد همه رو شوکه کرد. چی میشه که ستاره بیچون و چرای سینمای ایران، کسی که از فرش قرمز بالا رفت، درگیر ماجرای خیانت و جدایی و ازدواج دوم میشه؟ تا آخر این ویدیو با ما همراه شو تا رازها و خاطره‌های مردی که از روانشناسی دانشگاه تهران شروع کرد و به قله‌های شهرت و محبوبیت رسید رو تا به الان که به اینجا رسیده رو با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز اگه هنوز عضو کانال نشدی دکمه سابسکرایب رو بزن و بعد از اون زنگوله رو فعال کن تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشی. سید شهاب الدین حسینی تونکابنی متولد 14 بهمن 1352 در تهران، اصالتا اهل تونکابنه، منطقه‌ای در شمال کشور. پدرش سید فخرالدین حسینی کارمند آموزش و پرورش بود. داستان آشنایی شهاب حسینی با پریچهر قنبری همسر اولش دقیقاً مثل یک درام عاشقانه بود. شهاب حسینی که قصد داشت برای ادامه زندگی و تحصیل به کشور کانادا مهاجرت کنه و اینقدر رو این تصمیم مصمم بود که از دانشگاه انصراف داد تا بتونه کارهای مهاجرتش رو انجام بده، اما سرنوشت براش جور دیگه ای رقم خورد. یه روز وقتی تصمیم گرفت برای آخرین بار سری به دانشگاه تهران بزنه تا با اساتیدش و همکلاسیاش خداحافظی کنه، اون روز اتفاق جالبی براش افتاد. دختری محجوب و زیبا رو دید که مشغول مطالعه کتاب‌های درسیشه. شهاب حسینی که تا اون لحظه هیچ وقت به ازدواج فکر نکرده بود، به یکباره با یک نگاه 100 دل عاشق شد. به طوری که به گفته خودش با اون نگاه حس عجیبی رو تجربه کردم که تا اون لحظه هیچ وقت تجربه نکرده بودم. انگار بخشی از وجودم رو پیدا کرده بودم. شهاب به اون دختر که اسمش پریچهر قنبری بود پیشنهاد آشنایی میده، ولی برخلاف تصورش اصلاً پریچهر خواستار این مدل رابطه ها نبود و به خاطر همین با صراحت به شهاب گفت اگر نیتت عاشقانه است باید این رابطه جدی بشه و به همراه خانوادت به خواستگاری من بیای. شهاب که تحت تاثیر زیبایی، متانت و صداقت پریچهر قرار گرفته بود، تصمیم گرفت که به طور رسمی این رابطه رو آغاز کنه و به همین خاطر موضوع رو با خانواده‌اش در میون گذاشت. خیلی زود پس از طی شدن صحبت‌ها و مراسم ابتدایی و آشنا شدن خانواده‌ها نامزد شدند و 4 ماه بعد عقد کردند و بعد ازدواج کردند. شهاب حسینی و پریچهر قنبری 2 پسر دارن. پسر بزرگ اونا محمد امین دقیقاً همون روزی متولد شده که شهاب حسینی به دنیا اومده، یعنی 14 بهمن، اما در سال 1382. شهاب حسینی میگه انگار خدا تو روز تولدم یه هدیه بزرگ بهم داده. پسر دومشون امیرعلی متولد 1390 هستش. پریچهر قنبری متولد 4 دی‌ماه سال 59، ایشون فارغ التحصیل رشته چهره پردازی از دانشگاه تهران هستند. در مصاحبه‌ای که شهاب حسینی با برنامه هفت داشت، همسرش پریچهر روی خط زنده اومد و گفت از شهاب خیلی ممنونم که ما رو تحمل میکنه و در کنار سختی‌ها و زحمت‌هایی که تو کارش میکشه به من و بچه‌ها هم میرسه و ما به وجود ایشون افتخار میکنیم. اما بعد از مدتی پریچهر در یک مصاحبه رازهایی از زندگی مشترکشون فاش کرد که برای همه غیرمنتظره بود. حرفایی که نشون میداد رابطه اونها چطور در طی این سالها تغییر کرده و چه اتفاقهایی توی زندگیشون افتاده بود که باعث سردی و بیمهری بین اونها شده بود. شهاب حسینی چند ماه قبل از طلاقش در مصاحبه‌ای گفته بود بچه‌های من با من خاطرات مشترک زیادی ندارند. اونها همیشه از من دور و محروم بودند. همسرم هم هیچ وقت از زندگی با من رضایت نداشت و این نشون دهنده هزینه سنگینی است که من بابت شغل بازیگری پرداخت کردم. چون همیشه درگیر کار بودم، همیشه درگیر پروژه‌های سینماییم بودم. حتی زمانی که پدرم بیمار بود و نیاز به حضور من داشت، نتونستم در کنارش حضور داشته باشم و در سالهای پایانی عمرش نتونستم اونطور که باید در کنارش باشم و همه اینها به خاطر شغلم و به خاطر سینماست. و سینما زندگی مشترک من و همسرم رو تحت کنترل خودش درآورد و باعث شد که همسرم از زندگی با من رضایت نداشته باشه. پریچهر قنبری اما همیشه در مصاحبه‌هاش هیچ وقت نارضایتی خودش از زندگی با شهاب حسینی رو نشون نداد و همیشه تو صحبت‌هاش از همسرش حمایت می‌کرد و اونو درک می‌کرد. اما بالاخره وقتی پریچهر و بچه‌ها از ایران رفتن و از شهاب حسینی دور شدن، شهاب حسینی با یکی از کارمندهای خودش به نام ساناز ارجمند که عکاس دفتر خودش بود رابطه صمیمانه‌ای برقرار می‌کنه. این رابطه تبدیل به ازدواج دوم شهاب حسینی میشه.
این در حالیه که خانم ارجمند 17 سال از شهاب حسینی کوچکتر هستند. ساناز ارجمند متولد سال 1369 در مشهد هستند. شروع آشنایی ساناز ارجمند با شهاب حسینی از عکاسی ایشون در برنامه همرفیق شهاب حسینی شروع شد و بعدها به استخدام شرکت شهاب حسینی درآمد و بعد هم علاقه‌مندی و بعد هم ازدواج. اما سوال اینجاست، اگر آقای شهاب حسینی که به گفته و اعتراف خودشون یکی از عوامل سردی و طلاق بین خودش و همسر اولش نداشتن وقت کافی و گذروندن اوقات فراغت با همسر و فرزندانشون بوده، حالا چطور میخوان و میتونن برای دختری که 17 سال از ایشون جوانتر هستند و قطعاً پر انرژی‌تر و فعالتر و اکتیوتر وقت بذارند و ایشون رو راضی نگه دارند؟ نظر شما در این مورد چیه؟ حتما نظرتون رو زیر این ویدیو کامنت کنید تا با هم بخونیم. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و بگید در مورد چه شخصیتی دوست دارید بیشتر بدونید تا ویدیوی اون رو براتون آماده کنیم. از ما و من حذر کن، در خویشتن نظر کن.